امروز میخواییم ساعت رو در زبان کره‌ای یاد بگیریم. ساعت میشه شی، دقیقه میشه بون. شی، بون. حالا برای گفتن ساعت ما از اعداد کره‌ای استفاده میکنیم، برای گفتن دقیقه از اعداد چینی. ساعت چنده؟ میاد شیه میاد شیه یعنی ساعت چنده؟ هنشی ساعت یکه. توشی ساعت دوه. سهشی ساعت سه. نشی ساعت چهاره. تساتشی ساعت پنجه. حالا میخوایم بگیم ساعت 2:20 هستش. توشی ایشی بون. توشی ایشی بون. حالا میخوایم بگیم ساعت ربع ساعت به 3 یا 3:15 کمه. میگیم توشی سشیب اوبون چان. توشی سشیب اوبون یعنی ساعت 2:45 هستش. وقتی که ما چانو میاریم آخرش یعنی 3:15 کمه. ربع ساعت مونده به 3. حالا میخوایم بگیم ساعت 7:30 هستش. الگوبشی سمشیب بون. الگوبشی سمشیب بون. حالا میتونیم به جای سمشیب بون از یه روش دیگه استفاده کنیم و بگیم الگوبشی پن یعنی 7:30. پن یعنی نیم. حالا توی کامنت ها شما برام این ساعت رو بنویسید.